بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، این کتاب صحیح بخاری هست. در این طبعه می شود گفت بهترین طبعه از روزی که امام بخاری کتاب را نوشتند تا امروز، در طول تاریخ با شهادت متخصصان و عالم ها که بعد این طبعه را خوانده برآمدند و این طبعه چنین شهادت دادند. این طبعه با تحقیق دکتر علی ابن محمد العمران به طبع رسیده است. واقعا اینا بسیار در بالای کتاب مهنت کردند. اصلا نام کتاب صحیح بخاری که این با صحیح بخاری مشهور است و الا نامش خیلی که امام بخاری نامگذاری کردن: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه. جامع نام این کتاب. ما در ابتدای کتاب ایمان شرح صحیح بخاری نام کتاب را وسیع‌تر شرح داده بودیم. اینجا فقط میگم که جامع، برای اینکه این یک کتاب فقه نیست یا یک کتاب حدیث نیست یا یک کتاب تفسیر نیست یا یک کتاب عقیده نیست. تمام انواع علم را، حتی کتاب طب و کتاب تعبیر خواب و تمام چیز را در بر گرفته است. بنابراین جامع گفتن. المسند از امام بخاری تا پیامبر صلی الله علیه و سلم با سند است. و من عبدالله ابن یوسف گفت به او فلانی گفت به او فلانی گفت به او ابن عمر گفت به او پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن. صحیح هر حدیثی که در اینجا روایت کردن حدیث صحیح است. مختصر برای چی؟ برای آنکه امام بخاری این حدیث هایی که در داخل این کتاب است از داخل 700,000 حدیث انتخاب کردند. اول 700,000 حدیث جمع آوری کردند، سپس در مدت 16 سال این کتاب را ترتیب دادند و گفتند که جعلته حجتا بینی و بین الله. من این کتاب را حجت بین خودم و بین الله تعالی ماندم. واقعا این دلالت به اخلاص نیت امام بخاری میکند. برای هر یک حدیثی که در داخل این کتاب است غسل میکردند و 2 رکعت نماز میگذاشتند، استخاره میکردند و این 2 رکعت نماز هم در داخل مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در روضه بین منبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بین حجره های همسرانش، حجره حضرت عایشه علی الخصوص. اونجا روضه هست، باغ از باغ‌های بیشتر، اونجا نماز میگذاشتند، استخاره میکردند که ای الله همین حدیث را داخل صحیح بخاری درارم یا ندارم. سپس بعد اینکه انتخاب میکردن خلاصه 16 سال برای ترتیب این کتاب وقت صرف کردن. و این کتاب بعد قرآن کریم در دنیا صحیح ترین کتاب است و بهترین کتابی که مسلمان بعد قرآن کریم روی میارد این کتاب صحیح بخاری هست. صحیح بخاری یعنی مختصری که این لقبی می شود گفت نام کتاب دراز است، ولی از سبب دراز بودنش در بین مردم با لقب صحیح بخاری شهرت یافته است. اصلا اینها در 8 مجلد کتاب را تحقیق کردند. یک مجلدش مقدمه، 6 مجلدش خودی صحیح بخاری و یک مجلد آخرش فهرست است. 8 مجلد. در آن 8 مجلد فرق نسخه ها را بیان میکردند. یعنی در فلان نسخه اصلا شما میدونید که امام بخاری این کتاب با دست نوشتن، چون که طبعه ها، مطبعه ها یعنی چاپخانه ها در اون زمان ها نبود. بعد از آن از امام بخاری مردم گرفته روی بردار میکردن، نسخه برداری میکردن. کتاب به طریق دستنویسی شهرت یافته بود. شما میدونید که دستنویس یک عریضه می نویسید، چند جاش خطا میکنه در یک صحیفه. جایی که خطا کردید با قلم اونجا رو بالاش خط میکشید، ورق تازه نمیشد. یا خطی هر یک انسان هر خیل است. بنابراین از نسخه های زیاد این کتاب جمع آوری کردن. بسیار
فرق نسخه ها را بیان کردم. برای همین 8 مجلد شده بود. اون 8 مجلد برای بعضی انسان ها هم قیمتی میکند، هم بعضی انسان ها نمیفهمند. اونها حاجت ندارن با اون حاشیه هایی که فرقی مخطوطات ها را ذکر میکنند. به این علم بعضی انسان ها نمیفهمد، بنابراین گشته گرفتن و از همون 8 جلد حاشیه ها را حذف کردن. غیر حاشیه هایی که در این حاشیه ها بعضی از غریبی حدیث گذاشتن. غریبی حدیث یعنی چی؟ یعنی لغتایی که حتی عرب هم نمیداند اون کلمه را. غریبی حدیث میگن، غریبی لغت، یعنی لغت است که حتی عرب نمیفهمد، حتی بعضی عالم ها نمیفهمند، تا مادامی که به کتابی لغت یا به کتابی مخصوصا لغتی که حدیث را شرح و تفسیر میدهد که همین کلمه در همین حدیث به کدام مقصد آمده است. چون که بعضی کلمه های زبان عربی و چند معنا می آید. فقه لغتش را در پایان مانده. من اینجا اگر بینید، اگر القرح علم الجراح گفتن، مثلا کلمه قرح را با چی در متن حدیث که آمدگی است با رنگ سرخ نوشتند، بعد 2 نقطه یعنی علم الجراح یا علم الجراح، یعنی علم جراحت گفتن، علم شرح دادن، کلمه رو شرح میدهد. این چیزها رو باقی گذاشتن ولی کتاب رو از دیگر حاشیه ها خالی کردن. بنابراین کتاب از 2 مجلد تشکیل شد و این چون فهرست خود امام بخاری را گذاشتند. اون فهرست های علمی و فهرست های فواید در اینجا ذکر نکرده. این حدیث برای آخرین حدیثی که امام بخاری در صحیح بخاری روایت کرده میگذاریم، حدیث 7563 هست. یعنی این ترقیم رقم گذاری محمد فؤاد عبدالباقی هست. برای چی مردم به این رقم گذاری محمد فؤاد عبدالباقی اهمیت میدن؟ برای اینکه با همین بسیار شهرت یافت. در تمام کتاب ها وقتی که رقمی حدیث را بیان کردنی شوند، صحیح بخاری در حدیث فلان گفته بیان کنند، مراد از همان رقمی که محمد فؤاد عبدالباقی گذاشته است، الله رحمت کند. کتاب با تمام حدیث های تکرارش 7560 است و این کتاب از کتاب های معمولی یعنی استاندارد فرق میکند. کلان است، انا ببینید خیلی فرق میکند، هم از این جهت هم از آن جهت. برای چی؟ برای آنکه خواستن که عدد کتاب زیاد نشود. خطش هم خطی بسیار کلان نیست و معیده هم نیست، یعنی معتدل است، لیکن بسیار طبعی با قوت است. سبحان الله. ولی افسوس که مردم خیلی از خواندن کتاب، علل خصوص صحیح بخاری، صحیح ترین کتابی که محصول مهنت بشر هست، قرآن سخن الله هست، اون اگر حساب نکنیم اون سخن الله هست. کتابی که با دست بشریت نوشته شده است از روزی که آدم علیه السلام به دنیا آمدن تا امروز و امید میکنیم که تا قیامت این بهترین کتاب است در عالم. کتاب امام ابو عبدالله محمد نامشان، ابن اسماعیل نام پدرشان اسماعیل ابن ابراهیم بخاری، سال 194 هجری در شهر بخارا به دنیا آمدند و سال 256 هجری در شهر سمرقند از دنیا گذشتند. الله تعالی رحمت و مغفرت کند امام بخاری را و ما و شما را توفیق بندگی دهد که تا کتاب صحیح بخاری را حفظ کنیم، فهمیم، معناهایش را دانیم، به دیگرها تعلیم دهیم، عمل کنیم و این علم حجت بر فایده ما شود. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.